سلام. بعضی از دوستان توی کامنت ها و توی پیج زیر پست ها یه سری سوالاتی از من داشتن که امروز چون تقریبا بیکار شدیم و روز تعطیله خواستیم که بشینم و جواب این دوستان رو به صورت کلی بدم. چند تا از دوستامون و احتمالاً از این آدمایی که جویای کارن در مورد شغل و حرفه مکانیکی از من سوال کردن. حرفه مکانیکی و شغل مکانیکی یه نوع هنره، یه هنری که آموختنش یه مقدار سختی داره و یه مقدار باید از بعضی چیزا توی زندگی روزمرت بگذری. حداقل یه جوون یا یه نوجوونی که میخواد بیاد به صورت سنتی این حرفه رو یاد بگیره حداقل باید 2 الی 3 سال پیش یه اوستاکاری که خودش دوست داره و یه اوستاکاری که واقعا کننده این کار باشه بیاد و اونجا از صفر شروع کنه به کار و مرحله به مرحله و پله به پله بتونه این حرفه رو بیاموزه. حالا کار ندارم که آموزشگاهایی هم هستن، الان هم که این موبایل ها و شبکه های اجتماعی آدم خیلی چیزا رو ما اوستایی رو داریم که موبایل به دست مکانیک شدن و دارن مکانیکی میکنن. حالا خوب و بدش رو من در موقعیتی نیستم که بیام بگم خوبن یا بدن، ولی طرف حساب من اون کسایی هستن که از من سوال کردن که اوستا چقدر زمان میبره که ما بتونیم یه تعمیرگاه بزنیم و چقدر هزینه داره و چه کارهایی باید بکنیم و درآمدش چقدر. من از سال سوم شروع میکنم در مورد درآمد. ببینید آقا، شما اگر مثلا یه مکانیک حداقل پژوکار باشی، مکانیک پژوکار، مکانیکی که فقط پژو و حالا یه پراید هم کار کنه و توی یه شهر مثلا تهران باشید، به راحتی جدا از مسئله اون جایی که اجاره میکنید و اون سرمایه‌ای که اونجا میریزید، به راحتی میتونید ماهی بین 80 میلیون تا 150 میلیون درآمد داشته باشید. حالا اگه کارهای تخصصی تر و مکانیکای تخصصی تر هم باشه، مثلا تعمیر گیربکس دستی و یا اتومات و یا ماشینای خارجی و ماشینای چینی که حرفه ما هم هست، میتونه ماهیانه بین 200 تا 300 میلیون و گاهن که دوستان دیگه ای هم هستن که خیلی هم موفقن حرف از میلیارد هم میزن. حالا باز همکارا نیان زیر این پست من و از من گلایه و شکایت نکنن که تو داری خالی بندی میکنی. این چیز واقعیتیه که وجود داره. بسیار بسیار اگر علاقه داشته باشی و اگر دوست داشته باشی این کارو، من به جرئت میتونم بگم که اندازه یه دونه دکتر و یه دونه مهندس شما میتونی درآمد داشته باشی. رشته اجتماعی خوبی هم داره و شما میتونی با یه نظم و یه ترتیبی که به زندگی و یه ریتم مخصوصی که به زندگی بدی میتونی کارتو شروع کنی و نتیجه‌های خوبی هم از این کارت بگیری. برای شروع این کار دوستان گفتم که باید 2 یا 3 سال پیش یه مکانیک حرفه‌ای باشی، کم کم ابزار کارتو تهیه کنی، همزمان کتاب‌ها و یا مقاله‌هایی که در مورد مکانیکی هست باید اونا رو بخونی، آموزش ببینی، چون خیلی از چیزهای مکانیکی بعد از این که حتی الان ما استاکار داریم که 30 سال کار میکنه ولی بعضی موقع برای نکات کلیدی که علم مکانیکی هست تو اونا میمونه و مجبور از بقیه کمک. در کنار عملی که کار کردی، اگر بتونی به صورت تئوری و به صورت درسی و کتابی هم یه چیزایی رو یاد بگیری، این در آینده خیلی میتونه بهت کمک. من در همین حد و در همین اندازه تونستم حرفمو بگم و نمیدونم کمک کردم نکردم، جواب اون کسایی که از من سوال کردن و دادم یا ندادم
ولی دوستان اینو یادتون باشه که از عمل کار برآید. یعنی شما اگر تلاش کنید و در اون 1-2 سال به فکر پولش نباشی و فقط به فکر کار یاد گرفتن باشی، مطمئن باش که آینده خوبی داری و انشالله رشد و ترقی. هر کار و هر کمکی هم که من تونستم میتونم به شما ارائه بدم بدون کوچکترین چشم‌زد. با تشکر.